خیلی خوب. شراب، کیک، فضای مجازی، سریالا، بازی‌های ویدیویی، خرید و قهوه. من شما رو اینجا جمع کردم چون بازدهیم توی رابطه 400% کاهش پیدا کرده و شکمم 500% افزایش. دوز دخترم ریجکتم میکنه، دکترم ازم قطع امید کرده. متاسفم بچه‌ها، ولی من نمیتونم اینقدر عادت بد داشته باشم. برای همین کفایت مذاکره. البته یه دانه از شما را میتوانم نگهداری بکنم پیش خودم، اما نمیدونم کدومتونو. حالا شما بگین کدومتون رو نگه دارم. منو نگهدار. من دوپامینتم باعث خوشحالیتم جیکوجیک میکنم، برام قهوه رو شیرین میکنم. آره ولی تو منو چالاقویی میکنی. خب حالا سخت نگیر، یه پرگوش به بدنت باشه که اشکالی نداره. تصور کن موقع نهار قهوه تو بدون من بخور. من تو کارم خیلی جدیم، پس بهتره شما هم جدی باشید. شرابو بزن، اونم تو رو چاق و بدتیپ میکنه. بازی ویدیویی چون باعث میشه تاندونیت بگیری افسرده بشی. خرید خرابو بزن، ولومتاین نزدیک پولتو باز باخ میدیا. منو بزن برادر. من بیشتر هستم لایق مرگم. ولی چرا؟ نمیدونم مرد، مطمئن نیستم لایق موندن باشم. من فقط یه آب قهوه‌ای ام که یه ذره بهت انرژی میده، تازه کلی هم خرج دارم. کلی خرج دارم، تو کم خرج داری نمونی. خرج من 10 برابرته، به خاک سیاه نشوندمش. آره حق با توه، تا حالا از این دید بهش فکر نکرده بودم. ولی در عوض چیزای دیگه بهت میده. آخه تو پاکت پاره کل حساب بانکی منو الان پکوندی. دیگه نوبت منه، بس منو بزن. به این میگن یه پیشنهاد درست درمون بزنی زحمت کم میشه. دقیقاً درست میگه. آماده کردن یه فنجون از من هم سخته هم زمان رو هدر میده. چه تو؟ نه، نگاه کردن به سریالا زمان بره. با یه قسمت شروع میکنی تا تش باید بری این لامصب. به خاطر کیفیت بالای فیلمات نه؟ قبول نداری جون من؟ من لایق مرگم آقا. میتونم بهت سردرد بدم، باعث اسهالت بشم، بیخوابت کنم. میبینی خودش موقع رو سلامتی تو به خطر میندازه. زود داشت بزنش دیگه. شما سکوت پیشه کن، قیافت شبیه دندون کشیده شده. دندون کشیده شده خیلی بهتر از آسیب به کبد شنگول منگوله. حسابی از بازی کردن با سلامتیم خسته شدم. من فضای مجازی و قهوه. من تنها و مهمترین سرگرمی زندگیتم. بدون اینستاگرام و فیسبوک و چتای شبونه از چی میخوای لذت ببری شیطون؟ از خوردن قهوه. خواب دوست من، تو را متانم نگه دارم پیش خب خیشتنم. حالا دیگه راحت شدید. میخوام یکی از رفیقامو بهت معرفی کنم که میتونه خیلی بهت کمک کنه.